مساعدت و همکاری با همسر در کارهای منزل. بله، اسلام خیلی دین روشنی است. برو در کنار همسر و خانوادت، اونم عبادته. شما فکر میکنید وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد خانه می شدن جانماز هموار الله اکبر نماز خواندن؟ نه، اینطوری نیست. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکند کان النبی صلی الله علیه و سلم فی مهنت اهله، پیامبر با همسرانشان کمک میکردند و عبادت. حتی همین که یک لحظه برادر بزرگوار و جوان عزیز ما در کنار همسرش می نشیند، همون نشستن عبادته. سبحان الله. عبادت، تمام کار مسلمان عبادت وقتی به گناه صرف نشه. حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اینم عبادت. برادر بزرگوار من، به معنی عبادت را درست ترسیم بکنیم. نماز خواندی، برو در کنار خانواده خود. لازم نیست که 5 وقت صبح آمدی تا پیشین به مسجد باشی، پیشین آمدی تا دیگر به مسجد باشی، خانواده تو اونجا بسوزد. نه خیر، نماز خود را خواندی، برو به کنار خانواده مشغول شو به کارهایی که اونها نیاز دارن، همسرتون نیاز دارن، او هم عبادته. مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت را درست بلد نبودن؟ گروهی از صحابه وقتی وارد خانه شدن، خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم، از ازواج مطهرات پرسان کردند رسول الله داخل خانه چی میکنند؟ جواب داد حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها پیامبر وقتی وارد خانه میشود با ما همکاری میکند. صحابه تعجب کردند رسول الله کم عبادت میکند. سبحان الله. او کم عبادت میکند چون پیامبر با وحی ارتباط داره، ولی ما که با وحی ارتباط نداره ما باید خیلی عبادت بکنیم. یکی گفت من شب تا به صبح نمیخوابم، یکی گفت من زن نمیگیرم، شب و روز نماز از من، نماز نفل، صوفی 100% میشوم. یکی گفت من بر نالین گر نمی نشینم. خبر به گوش رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسد. پیامبر خشمگین می شوند چون دین را درست نفهمیدن، تازه وارد اسلام شده بودند. پیامبر می فرماید من از همه متقی ترم، اما دین تنهایی نیست، عبادت تنهایی نیست که فقط نماز بخوانی. من در کنار همسرانم هستم، با اوشان همکاری می کنم، من شب نماز میخوانم و خوابم میشم، من ازدواجم میکنم، من از نعمتهای الله رب العزت و الجلال استفاده میکنم. این هم شد دین. گاه بعضی از برادرها انقدر تعصب ذهنی و فکری دارن، نمیدونم از کجا وارد ذهنشان شده. من دیگه سوچه در راه الله رب العزت و الجلال روانم، چه کار هست؟ ازدواج نمی کنم. سوچه در راه الله این نیست، اینم عبادت. ازدواجم سنت، گاه فرض می شود، گاه واجب می شود، حد اقلش سنت مؤکده که تو باید رو احیا بکنی. بعد از احیا عشق بورزی به همسرت. عشق ورزیدن به همسرم سنته، اینم سنته. ما فکر میکنیم سنت فقط همین ریش و همین دستار و همین نمازه. اسلام را باید زیبا بیان بکنیم و زیبا بفهمیم و زیبا بری جهانیان برسانیم. به اونها بگوییم همسر ما تاج سر ما. اونها فکر میکنن زن در اسلام از تمام حقوق خود محرومه، ولی اسلام میگه زن تاج سر مرده. باید به او عشق و محبت بورزی.